شما خود شناس میکردین؟ اصلا شخصیت های معروف خودشون شناس میکنن که ما برای این محیط و در این زندگی و در این حیات در این مطبوعات یک چی بگیم یک وی عادی مقرری در قطار دیگر روزنامه نگاران در قطار دیگر قلمکش ها و اگر رسالت قلمکشی یک ذره اجرا کرده توانسته باشیم همون هستم. دیگر ها باید این گفته گویند که کی در کلام هر قلمکش هست که فامیلیام یورف حبیب الله عزت اللهیویچ. شما اصلا در اویله زنگو یا در اویله دهقان عادی و اولین آدمی که از اولاد ما معلومات عالی گرفته است این من. تا این وقت یگان کس از اولاد ما خیلی سوادناک نبود. صرف 5 6 7 8 خواندن نکرد اپا پدرم دهقان عادی یعنی جفتگر بود و خیرمن گلاگو و متخصص هم ساحل چپر و این چیزا بود. ما هر کس میگه 7 شدانه همون که از انا صوفی نظر خوالنگی سر می شود از همون صوفی نظر، صوفی رجب، بعد یور، بعد عزت الله، بعد خودمون انا با صوفی شریف، صوفی رجب، صوفی نظر، صوفی شریف، بعد صوفی کریم و بعد محمد یور، بعد پدرم عزت الله، انا بعد من. واسه همین میدونیم که همین پدر ما یک وقت میگه که من وطنی باباگی ما دیدگی نیستم، وطنی پدرشم از اون قوالین کمالی وطنی پدرم دیدگی نیستم، برای که من در بطن مادرم بودم که وای پدرم گذشته از دنیا. برای همین شما رفته وطنی پدر و باباتون بینید، پدری و باباتون رفته وطنتون بینید. از روی روایت ها اینو مردمی دهده دی سمت یک دهه بود است با نام سیو قاپه در خوالی بود و در همونجا مسکون شدن که این پیش از همون دوره‌های شورشی بود پیشتر و سببی بابای مو بعدی از اونجا کوچیده کوچ بسته رفتنش همین شورشی واسه بود است و که شریکی داشته است یکم باید همین گروه ها دوای بود است که بعد گریز میشود و بعد از نفته میگه بعد همین هستا میگیرد همون خودشو آیلش در خنجرش بعد در این درقت میگه همین رومید دواد مسکون میشه. سال 1971 بعد ختمی اینستیتوت پداگوژی شهر دوشنبه به نام طرف گریگوری شیفچنکو به نام استاد صدرالدین عینی فعالیت مهنتی ما از گازیته تاجیکستان سویتی به شرافتی هدایتی عبدالحمید صمدوف آغاز شد. ما یک دوره فقط شریک درس بودیم. اون کس 2 سال از ما پیشتر میخوندن و در یک فاکولته زبان ادبیات و تاریخی دانشگاه وقتی اونا کورسی 3 بودن ما کورس 1 داخل شدیم. وقتی به تمام کردن ما کورس 3 گذاشتیم و همون رابطه و همون بود یک همکاری مثلا در اینستیتوت یک وای بود نشریه با نام پداگوگ جوان عبدالحمید حکایه اولین چیزش ما در اونجا چاپ میکردن و ما اون دوره هیچی نمی نوشتیم و میخوندیم نوشتگی آنها رو میخوندیم و در خیال روزنامه نگاری هم نبود، فکرم نمی کردیم در این باره، برای که ما در دیپلم نوشتگی معلم زبان و ادبیات مکتب های میانه و در همین رویه متحول شده بودیم که معلم زبان و ادبیات در بیها در مکتب میانه باید وکر. اصلا همین مهر زبان و ادبیات در دل من یک استادم جاش جنت شود حبیب ایشان جان جا کردن. وقتی که من مکتب میانه سال 66 تموم کردم با مصلحت خیلی معلم و حجت ما
اون وقت سنترال نیوز میگفتن دانشگاه‌های مرکزی اتفاق سویتی اینستیتوت پلیتکنیکی سراتوف شعبه معماری واسپاردن در همین وی دانشگاه تکنیکی خودمان اینستیتوت پلیتکنیکی خودمان سپردیم اینجا امتحانات سپردیم اگر کامیاب شدیم بعد میرفتیم خوندن من حجتامو سپردم بعد همون بگاه روزا پیش مکتب استادیون مکتب رفتم بازی میکردیم فوتبال و والیبال بازی میکردیم بعد یک معلم و حبیب شما معلم زبان ادبیات اومدن اشاره کردن که بیا دویده سودان بعد رفتن سلام کردن گفتن که حجتات سپردیم سپردم در کجا در شعبه ارکیتکتور اینستیتوت پلیتکنیکی سراتوف تو داخل میشوی دانش خوبی داری داخل میشوی رفتیم خانه مگو یک پیاله چای میخوریم تصور کنید که یکم بار مثلا معلم در اون زمانه طلبه را دعوت نمیکرد بیارم روی ما چوغات ما مکتب تمام کردیم خیر است که شرم داشته همراه معلم رفتم پوچه و خوابخطی فوتبال بازی کردیم بعد خانه شم در آمدیم خیلی چای آوردن مونده کمی چای لبشتیم چای آوردن مونده یک کتاب آوردن همین خیلی کتابی کلام یک کشدم که خیلی فارسی بعد دیدم کتابا دیدم این دیوان مولوی است مثنوی معنوی مولوی جلال‌الدین رومی گفتم بعد معلم کتاب در برای چه گفتن که اون وقت خیلی سواد فارسی نداشتیم گفتن که من چی گویم وصف آن عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب انا این بخواه احترام یعنی کتاب این آدم همینقدر مرتبه یافتگی مثنوی من این یک نوع قرآن در زبان این پهلوی است یعنی تفسیر قرآن است آیات ها است حدیث ها است این معلم طرز گوز نه که هیچ وقت من در درس مثلا در مکتب از زبان معلم نام قرآن حدیث آیات این چیزا نشنیده بوده و ما تو مکتب بچه‌ها نمیشنیدیم در درسش کسی گپای نمیگفت اصلا من که مکتب تمام کردم معلم دوره کانیکول وایم حضور در خانه شون همین صحبت یافتیم با واسطه همه قلم وای بود برای که ما کلم زده موز نگرفتیم که با واسطه نوشتن گرفتیم و یک دوره که یک معاش زیادتر میگرفتیم در خارجه بودیم همون ما توسط قلم بود همین قلم ما را فرستاده بودیم اصلا بعضی آدم میگن که قلم بسیار خطر دارد از قلم بسیار خطر دارد هر یک کلمه هر یک جمله که مینویسیم باید جواب بود ما چی میگیم درست اندیشه باید کرد اندیشه کرده نوشتن هر یک تلفنی که مینویسیم هر یک چیز باید و یک اساس داشته باشد یک مثال دیگر از زمین حیاتی باید بریم یک تلفن نوشتیم یک متریال کلام رو به یک صحیفه گذاشته بود طلاهش تهمت درباره یک کارمندی ساحه سودا از ناحیه یوگان شهر یوگان در ما یک عادت بود که کسی کارگر ساحه سودا باشد باید بیاد دزد باشد حق مردم خور باشد یکی آدمای تازه هم هستن که در آنجا باید هم حمایت کردن در کار می شود بعد یک مربی گفتنی آدم همون رئیسی رایکوم بودگی و کتبی رایکوم قطعی گپاشان میگریزد و آدمی که همین نویس نظم نویسنده است کمبودیای شهر ناحیه با کمیته مرکزی و پرکاتور همینجا هم می نوشته همیشه این آدم را عرضه باز میگن کن همین سالهای 79 78 تا 80 در یوان دانجای کلی زوادی وای شد زوادی نمک سال زواد و دیگر چیزا پیش از اونجا یک بای میسازن یک شهرچه میسازن یک شهرچه برای محبوسه که اکو آزادی میبرن ولی پسیلینی همین شهرچه میسازن تیار میکنن در اونجا با وای باغچه کودکان و دیگر چیزا هم تیار میکنن ولی یگون روز یگون نفر در اونجا ساکن نشده با ویران میکنن بعد همین گپا همین آدم مینویسد با کمیته مرکزی که پیسیس مینویسد که این چی گفتنی گفت چند میلیون در ساختن و یک کس در اونجا یک روز زندگی نکرده و همورکن در جاش زواد ساختن چند تا زواد ساختن چی مگر پروژه میگرفتگی و نقشه میگرفتگی نمیدونستیم اونجا زواد ساخته میشه ما دولتی وای کو پلنیم کو گوس پلان داریم همیشه نمیدونستن خلاصه این آدم بر اساس هم مکتوب با دیوانگی برآوردن دیدن که علاج نداره چون باز نمیشه از جسمانم به قوت پهلوان بوده بعد از پای میشنن که در رایپو کار میکند وای است
جانشین رئیس رایپور باید پاره گیرند. بعدم یک مگزینچی وای میکنم که همین مبلغ ویروش که همین روزه چند پول است؟ میگه خیلی 6000 8000. همون دیگه کاغذ پیش شده موقع دستی مردم است گویی که همین جا به ایستاد پگاه اومدن میگیرم شب کس محکمه سپرده نمیتونه. و هم خیلی میکنن کارمندای بخیر بوده میسپره برای میکنه پگاه میگه نو میدره میگه که پورا گرفته. اوی مردک پولا مود که پگاه میگیرم گفته. نه پورا گرفته. همین خاطر سود کردن 800. پوچملویف اجرا کننده وظیفه پرکور ریسپوبلیکا بود. من از افغانستان نوآمدگی سالی 83 دوره یکم خصوص که اومدم نور تبارش یک مکتوب داد که یک مکتوب به نام شما هست. من این مکتوب رو نخوندم نکشیدم از صفحش گرفته بود کشیدم 70 صفحه خوندم از نام محبوس از روسیه. این انمی روز به سری من اومد است همین خیلی تهمت است. من 8 سال سود کردم حالا من 1 سال 2 سال شد که در حبس دیدم. یگانه امیدم به شما که همین پلیتونه شما خواندگی تفسیرتون خواندگی اگر لایک کنید کمک کنید یک مهندسی سنجیده بینید. اما اومد پوچمولی رفتیم اجازه دیدیم رفتیم در همون روسیه و آدم یافتیم در حبس صحبت کردیم و اومدیم تفتیش کردیم همه چیز خیلی خلاصه وای بودگیش اثبات شده. بعد همین پروکراتور ریسپوبلیکا وای اجازه نامه نوشته اکسترادیسیون وای از گرانده آوردن در خانه گفتن اینجا نمیروی تو سود از نو دیدن و دیدن و آدم سفید شده برآمد همون 2 3 سال مبلغاش همش گرانده گرفت پاک کرد برقرار شد. خلاصه حق جوش یافت.